مکی در گوشه بامیت بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی در حسرتی رویت بدم با منی زار نگاه نکدی مکی در گوشه بامیت بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمار دوای نکدی شما اینجا سرودخوانی کرده شدید و من باشم مهمان را انتظار هستم. راستی من هم می‌دونستم که امروز شما هستید مهمونی ما. شما بخیر آقای سراج‌الدین، شما بخیر رقیه. شما بخیر تماشابینان برنامه دائمی شب آهنگ و شما لکه پای بردید که مهمانی امروزه ما هستند هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان سراج‌الدین فاضلوف. خوش آمدید به برنامه. آباد باشید. از دیدارتان خیلی شاد هستیم و فکر میکنم که این شام یک صحبتی خیلی هم خاصه داریم همراه شما و الان سرود ترانه‌هایی که با یک دستاویز آمده به برنامه در استودیو برای بینندگانی که ما رو تماشا دارن اجرا میکنید. با چه کارها مشغول بودید امروز ها؟ اولا تشکر میکنم برای همه تماشابینان تلویزیون تاجیکستان که خوشبختانه امروز ما هنرمندا را انتخاب کردن که ما بتانیم یک شرایط داشته باشیم که با اونها روبرو هم صحبت داشته باشیم و هم ترانه‌های جدید و ترانه‌هایی که از دل هستند برای اونها اجرا کرده بتانیم. من هم امروزها پای کارهای نو، ایجادیات‌های نو چون که مسئولیت وزین در گردن ما هنرمندا علاکه و ذمه ما است. ما باید که نو با نو ایجاد کنیم تا که طبع دل شنونده های خود را بالیده بگردانیم. زمانی که گروه ایجادی برنامه شب آهنگ با شما در تماس بودن و شما رو به برنامه دعوت کردن، شما در کجا بوده و چگونه قبول کردید این دعوت ما را؟ من راه میرفتم، در راه بودم. یک وقتی که مرا در تماس گرفتن به اختیار ها گفتم تمام. و یک چیز دیگر سراج‌الدین، شما به صحنه با یک ایمیج خاص خود برآمدید. با شلپ اون شلپ کجا شد؟ اسباب موسیقی اکاردیون است اما کلاه نیست. همون کلاه با اکاردیون عوض کردم. مکی در گوشه بامیت بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی در حسرتی رویت بدم و منی زار نگاه نکدی مکی در گوشه بامیت بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمار دوای نکدی برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم برهی مهر و وفا بدیدم بس جفا ز هوس خواهی یارم بدیلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم بدیلم یار ندارم یاری غم خوار ندارم چی کنم دلی حیران ببین و منایی چه شود دلی گریان ببین چی کنم دلی حیران ببین و منایی چه شود دلی گریان ببین
مرا کرده به قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم مرا کرده به قرار غم جان سوز نگار دیگه طاقت ندارم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم گر مرا یار نگیرم هوسای دل بمیرم چه کنم دل حیرانه ببین و منایی چه شود دل گریانه ببین چه کنم دل حیرانه ببین و منایی چه شود دل گریانه ببین مکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی در حسرتی روی تو بدم و منی زار نگاه نکدی مکی در گوشه بامی تو بدم مرا دیدی و صدای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمار دوای نکدی مکی از غمز تو بیمار شدم دل بیمار دوای نکدی طوری که میدونیم آقای شما صاحب نابغگانی هستید وقتی خود را با آنها صرف میکنید یعنی که سپری میکنید البته وای نابغه یک چیزی هست که باور کنی فرزندای خمون بعضی وقت همون خیلی دوستداری نمیکنیم نابغه شیرین است باور کنیم فرزندای خمون هم قدر دوستداری کردگی نیستیم در حیات دانه و نابغه مغز دانه میگن راست دوستان عزیز باید اینجا یک سرود دیگر میشنویم در اجرای سیراج‌الدین فاضلوف برنامه شب آهنگ باشد همانا ادامه دارد زندگی دردی تو را داند نداند غم مخور هم رهد بار قدم ماند نماند غم مخور ای خوشا مرده که خوده مرده مالی خود است ای خوشا مرده که خوده مرده مالی خود است بادبان گاوی تو را باند نباند غم مخور بادبان گاوی تو را باند نباند غم مخور حرف پنهانی دلت را با کس و ناکس مگو دوست همرازت شدن تاند نتاند غم مخور بیرمانی دانه شطرنج در یک قالب است بیرمانی دانه شطرنج در یک قالب است گر رقیبند شعراند نراند غم مخور زندگی دردی تو را داند نداند غم مخور هم رهد بار قدم ماند نماند غم مخور رفتنش را از بردانی ندانی می رود قوت داری بسنجو از کم و بیشت مرنج قوت داری بسنجو از کم و بیشت مرنج دولتت را یافتن
نداند غم مخور همراهت بار قدم ماند نماند غم مخور ای خوشا مرده که خوده مرده مالی خود است ای خوشا مرده که خوده مرده مالی خود است بادبان گاوی تو را باند نباند غم مخور بادبان گاوی تو را باند نباند غم مخور بعضی از کلیپ ترانه‌های شما رو من تماشا کردم در همونجا در همون تیتر یعنی که نوشته جات آورده شده است که همین شعرها یعنی که شما بیشتر استفاده میبرید از اشعار هارون روحون همین طور و چند سال باز با همین شاعر یعنی که شما همکاری دارید از 2000 سال تو این جانب ما با هم دیگر دوستیم رفیقیم با هم نزدیکی اومدن حتی ما یک برنامه هم برای اونها ساختیم با سرودی پدر دارید شما پدر از اشعار با نزدیکی پدر نویسون پدر تمام تلخی تند را گفته خیلی یک کلیپ تاثیر یعنی که تاثیر خود را میرسونه بله. کلیپ سراج‌الدین میگفتید که مصلحتی از همه خوبی که شما در زندگی گرفتید چی مصلحت بود و اون مصلحت رو کی به شما داد و مصلحتی که شما به کسی داده چی مصلحت بود؟ من در زندگی راستی گپ از همه استاد بزرگوارم بعد از پدرم مادرم بود بدونه که شما بدونه که پدر و مادر هیچ وقت فرزند نمیگه که تو یک کاری بد کن بله، یک از آزار بده یک از دزدی کن از یک جا البته که همه وقت میگه که پسرم حرکت که نامبردار باش خوش سراج‌الدین در زندگی از چی میترسید و از چی تماما نمیترسید؟ من تنها از تهمت میترسم از تهمت چون که انسان وقتی که در تهمت غلطیدی در همه دیگه او طرفش دیگه یگام جایی ویش نیست اصلاح کردن نمیتونی که خطا شسته نمیتونی برای همین از تهمت میترسم چی شما رو شاد میگرداند و چی شما رو غمگین میسازد؟ مثال همین کاری ما ایجادکار ما هم یک نقشه میکنم یک سرود انتخاب میکنم همون کارم اگر برار بگیره خرسندی ما کنار ندارم اگر همون نقشه‌ای که ما کشیدم و همون نقطه‌ای ده که ما باید همین موسیقی را برام برسونم نشود ناراحتی ما عید یعنی اگر عملی نشود عملی نشود همه ناراحت می رو افتاده میشه دوستان عزیز چون اینجا سخن درباره میترسم و نمیترسم رفت و این حال باشد سراج‌الدین فاضلوف آماده هستند که سرود را به طور اکسکلوزیوی هم گویم خطا نمیکنیم برای ما و شما اجرا کرده باشند و متن سرود تعلق دارد به شاعره فروغ فروغزاد بیاید با هم تماشا میکنیم نمیترسم من از پرواز نمیترسم من از مغازی یک پروازی به احساس میترسم من از آغاز نمیترسم من از پرواز نمیترسم من از آغازی یک پروازی به احساس میترسم من از تکرار نمیترسم من از انکار نمیترسم من از تکرار انکاری همین احساس میترسم من از تکرار نمیترسم من از انکار نمیترسم من از تکرار انکاری همین احساس میترسم من از سوختن نمیترسم من از ساختن نمیترسم من از سوختن کناری ساختن احساس میترسم
من از احساس میترسم، من از آغاز یک پرواز میترسم، بحری تکراری این کاری دلی حساس میترسم. من از سوختن نمیترسم، من از ساختن نمیترسم، من از سوختن کناری ساختن احساس میترسم. من از تاختن نمیترسم، من از باختن نمیترسم، من تاختن برای باختن احساس میترسم. سیروجدین تشکر برای این یک سرود زیبا. یک زمان در یک صحبت خود گفته بودید که هنگام طفلی یعنی که شما سرودخوانی میکردید اما نزدیکان و خانواده شما نه چندان خوب قبول میکردن، شما از آنها در پنهانی یعنی که سرودخوانی میکردید. بیاید درباره همین چیز کمک پورتر معلومات میدیم برای بینندگان برنامه شب آهنگ. از خردی من همین خواهشی سرودخوانی داشتم. راستی گپ همین در دستم دایره هم میخورد، چیزی کی بود؟ در یگان ستون همین چیزی که همین صدا میبرابر چوبی بود، من هم حرکت میکردم که همین بنوازم و بخونم. خلاصه گپ بعد هر یک مرد دوره پیش 3 توی داشت، حتی 4 توی، 4 توی بگیم ده سنتی، ارمی رفتن، از ارمی آمدن، از خدمت آمدن با زنگیری. 4 توی هر یک مرد. بله با صف خواه مسابقه گسیل میکردن، گویا که توی کلام بود. بعد اما در خانه ما یک برادر ما با صف ارمی باید گسیل کنن، همسایمون بچه‌ای که هنرمند بودن اونا چند نفر یک عائله انسامبل داشتن میخونن، بعد یکیش میبیم دست ما رو میگیره و صحنه میبره. ما پناه میخوندم. صحنه در کجا بود؟ در خونه و در حوالی خودمون. خیلی خوب. با غیر از این اکاردیون باز چی نواخته میتونید؟ ما بایم تخصصی مینواختگی ما چنگه. ما چنگ باید بنوازم. چنگ میتونم نواخته. اما برای خودم. اما اکاردیون ما همچون متخصص نمیتونم نواخته، پروفسیونال نمینوازم. ما برای خودم مینوازم. همین قدر بهترین یعنی که اجرا میکنم. همین قدر همون چنگ هم مینوازم. نکی گمان میکنم برای خودم دمبره میتونم بنوازم. مینوازید. بله. خیلی خوب. فکر میکنم همین اکاردیون از همون سولوی پیش همراه شما است. بله از خردسالی. در براتون از خردسالی. از یک تا اکاردیون دارم در خونه از صنف 4 مای. همین وایو شایکوین همین کلاویشوش. همین چلیکوی ما همون خورده کدگی ما امروز موندگی استگیم کالکسیون. پای انگشتم هست همینجا. سیراجدین حالا باشد ما یک بلیت اپروس تیار کردیم. شما باید به این بلیت اپروس کوتاه مشخص پاسخ گردانید. خب. آماده هستید؟ بله. 3 چیزی که شما از آن می‌هراسید. ما دزدی میترسم. یک. از تهمت میترسید. مزاح کردن یگم شخص دیگه. مثال هست که یک بله آدمی وای میبینی مزاح میکنه. اگر سخت میترسم. از تهمت میترسم. 3 کتابی دوست داشته شما؟ کلیات حافظ، کلیات مولانا جلال الدین بلخی، کلیات لایق شیرالی. خیلی هم خوب. خیلی خوب. از اینجا برمیاد که کتابخون هستید. کتابخون بله. 3 فوتبال بازی جهانی. رونالدو، میسی، زیدان. خیلی خوب. شما فوتبال بازی کدام میتونید؟ ما فقط میتونم که همین حمایتگر باشم. ما دویدن نمیتونم. خوش 3 سفری خاطرمون شما؟ یکیش ارومچی بود، خیتای گوانجو. دیگرش اندونزیا، بالی. بعد مسکو. خیلی خوب. چون خاطرمون گفتید چی چیز در اونجاست؟ خاطرمون فقط خاطرمون خوبی هم هست، بدی هم هست. دو تاش خوبه یا تاش نیست. باشه زیاد گفتگیم دربارش. خیلی خوب. و 3 سرآینده دوست داشتنی شما کیا هستن؟ گوگوش،
هایده، یک تا افغانو احمد ظاهر. سه طعامی دوست داشته شما کدام طعام ها رو بیشتر یعنی که میپسندید؟ شکرو، آش، خام شوربا. هم سه خوراکی ملی تاجیکی بله. خودم. خیلی خوب. سیراجدین، با این بلیتز اپروسی ما به انجام رسید و چون ما در علاقه در انجام برنامه قرار داریم و اینجا فرصت خوبی هست برای شما و برای مخلصان شما که آنها انتظار هستن از شما سخن آخری رو بشنوند. کنسرت خود رو که برپا میکنیم با آنها. تشکر زیاد. سپاسگزار هستم از تماشابینان تلویزیون تاجیکستان و آن نفرانی که بیرون از مرز تاجیکستان ما را تماشا میکنند، در همه سامانه ها و در طریق تلویزیون تماشا میکنند. سپاسگزاری خود را بیان میکنم که اونها وقت جدا کرده هر یک ایجادی ما را میتوانند تماشا کنند. تمام مردم شریف تاجیکستان ما سرود باران و شعر باران و آهنگ باران کنیم که اونها طبع اونها بالیده باشد و برای کنسرت وعده نمیتیم دیگه. برای یک بار وعده دادم نشد، بگذار این دفعه همین کی که کنسرتم آماده شد بعد اعلان میکنیم. خیلی خوب. با شما نیز سیراجدین تشکر که به برنامه ما آمدید، تشریف آوردید، صحبت خوبی انجام دادیم و در کارهای من بعدتون ما نیز برباری خواهان هستیم. بینندگان عزیز، یادآور میشم که طول چند لحظه پیشنهاد شما بود شو برنامه شب آهنگ. مهمون امشب برنامه ما چطوری که خود شما دیدید هنرپیشه شایسته تاجیکستان سیراجدین فاضلوف و در فرجام برنامه باز یک سر دیگر میشنویم. یادآور میشم که با شما بودم من مصرف امانشاه و همکارم رقیه بوی محمد. تا هفته من بعد خیر رسید. با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند. با تنهایی سفر کردی مرا خونی جگر کردی، با تنهایی سفر کردی مرا خونی جگر کردی، چو پیچی تاری هر مویت دلم گم میزند، با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند. عجب زیبا پری بودی چو ماهی آذری بودی، عجب زیبا پری بودی چو ماهی آذری بودی، چو هر یک شوری دل جویت دلم گم میزند، با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی چشم و ابروی تو دلبر دلم گم میزند، با یادی آن گلی روی تو دلبر دلم گم میزند. جانم به فدایت مرو، سوختم از جبر و جفایت مرو، میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جبر و جفایت مرو. بازا بهارم من انتظارم، به ماهی رویت شب زنده دارم، بازا بهارم من انتظارم، به ماهی رویت شب زنده دارم، میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جبر و جفایت مرو، میروی جانم به فدایت مرو، سوختم از جبر و جفایت مرو. دستم به دستت
چشمم به چشمت میکردم مستم چشمانی مستم دستم به دستت چشمم به چشمت میکردم مستم چشمانی مستم میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو میروی جانم به فدایت مرو سوختم از جبر و جفایت مرو تو بازاری بازار بازوری نشونیدی حرفی رنجوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری بلا بلا بلای جانی همیشگی و ناگهانی و یازی اهلی آسمانی شیرین ترین این زمانی بگو از شهری پریاستی و یاهوری دل بری را دوری بگو از شهری پریاستی و یاهوری دل بری را دوری تو بازاری بازار بازوری نشونیدی حرفی رنجوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری با یادی تو دل و دینم را باز بچی مغروری دل بری را دوری گلی گلی سرای نوری تحملی و ناسبوری مرو که من شکستم از این جفا و از این دوری همیشه با من و از من تو چرا دوری دل بری را دوری همیشه با من و از من تو چرا دوری دل بری را دوری تو بازاری بازار بازوری نشونیدی حرفی رنجوری با یادی تو